سلام رفقا، افیکس هستم. امیدوارم حال دل همتون عالی باشه. امروز اومدیم که با هم بریم سراغ بویاپس جدید و ببینیم این فصل چه چیزایی برامون آورده. قبل از هر چیزی، اینم دنس قلب تقدیم به روی ماه همتون. اگر آماده اید، بزن بریم سراغ ویدیو. خب رفقا، اول از همه بریم خود بویاپس رو ببینیم. راستی قبلش حتما توی کامنت ها بهم بگید نظرتون درباره این بویاپس چیه. اینجا هم ست زنونه رو داریم و اینم اسکیت جذابش که توی لول C میتونید دریافتش کنید. ولی خب چیزی که همه منتظرش بودیم دنس و ست اصلیه. وای رفقا، واقعا کاری نداریم ولی خداییش این ست خیلی خفنه. طراحیش فوق‌العاده است، رنگبندیش جذابه و تقریبا تمام آیتم‌هاش قشنگ و خاص هستن. به نظرم یکی از بهترین بویاپس‌های چند وقت اخیره. خب حالا بریم ببینیم چطوری میشه گرفتش. 2 تا راه داریم. راه اول این که وارد لاکی رو یاد بشید. ایونت بویاپس رو انتخاب کنید و از طریق گردونه شانستون رو امتحان کنید. البته دقیق نمیدونم حدوداً چقدر جم لازم داره و کاملاً به شانس بستگی داره. راه دوم هم اینه که برید داخل استور، قسمت باکس ها و باکس 10 جمی رو انتخاب کنید. از اونجا هم میتونید برای گرفتنش اقدام کنید. ولی ما اهل ریسک نیستیم. یه راست میریم سراغ روشی که انتخاب کردیم و بویاپس رو میگیریم. خب رفقا، اینم از بویاپس جدید. امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر دوست داشتید حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. قراره کلی ویدیو از جم خرج کردن، ایونت های جدید و آیتم های خفن داشته باشیم. پس حتما همراهمون باشید. ممنون که تا آخر ویدیو کنارم بودید. دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید.